سلام، وقت شما بخیر. و مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: کاهش 10% مالیات بر عایدات اشخاص معنوی و حکمی در کشور، افزایش 10% زمین‌های تحت کش در افغانستان طی سال 1405، و افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا. امروز یک شنبه 21 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در نشست خبری وزارت مالیه در مورد اعلان تخفیف‌های مالیاتی گفت که از سوی عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله در 4 بخش دیگر نیز تخفیف‌های مالیاتی وضع شده است و گفته وی این بخش‌ها شامل شخصیت‌های حکمی، اشخاص حقیقی، انتقال مالیات‌ها و مواد سوختی از قبیل گاز و تیل میباشد. آقای حنفی افزود که به استثنای شرکت‌های استخراج معادن، مالیه بر عایدات تمام اشخاص معنوی و حکمی که شامل شرکت‌ها و شفاخانه‌های خصوصی است 10% کاهش یافته است. اداره عمومی احصایه و معلومات اعلام کرده است که مجموع زمین‌های تحت کشت کشور در سال 1405 به بیش از 3 میلیون هکتار زمین رسیده که نسبت به سال گذشته 10.2% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار 2.1 میلیون هکتار زمین از زمین‌های تحت کشت آبی و نزدیک به 874 هکتار زمین آن للمی است. زمین‌های آبی 3% و زمین‌های للمی 33% افزایش یافتند که علت آن بارندگی‌های بی‌موقع و مساعد بودن شرایط اقلیمی افغانستان عنوان می‌شود. ولایت هلمند با حدود 262 هزار هکتار زمین بیشترین زمین‌های تحت کشت آبی را داشته و تخار با نزدیک به 157 هزار هکتار در درصد ولایت‌های دارای زمین‌های تحت کشت للمی قرار گرفته است. شیخ مولانا اسلامجار والی هرات در تماس تلفنی با غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی ایران درباره تقویت همکاری‌های تجارتی و ترانزیتی و ایجاد تسهیلات بیشتر در گذرگاه‌های مرزی اسلام قلعه و دوغارون گفتگو کرده است. والی هرات در این دیدار تاکید کرده که امارت اسلامی تسهیلات لازم را برای تاجران و رانندگان ایرانی فراهم کرده و خواستار ارائه تسهیلات مشابه برای رانندگان افغان از سوی ایران شده است. و در آخرین خبر سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که چندین موشک را به سوی تأسیسات نظامی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن شلیک کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در پی این حملات یک مرکز فرماندهی و کنترل در این پایگاه منهدم شده و همچنین محل نگهداری طیاره‌های بی‌سرنشین MQ-9 نیز نابود شده است. این در حالی است که رویترز گزارش داده است که آمریکا دور تازه از حملات علیه ایران را آغاز کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.